салом бинандагони азиз, имрӯз 1 май ва ин ҳам барнома ахбори озодӣ аст ки дар пахши мустақим шуморо бо навгониҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунад. Чун ҳамеша аз номгӯи мавзӯъҳои матраҳшаванда шурӯъ мекунем. дар пайи борону сел дар Тоҷикистон беморхонаву мактабҳои миёна ва хонаҳову роҳҳои мошингард зиён диданд. хисороти молӣ ҳанӯз эълон нашудааст. دو بخلشکه آوردم نفسم گرفته 13 تاش با چند بر اومدم با فر اومدم اینجا 6 تن خولاد مرتا дар талош барои пайдо намудани сабабҳо ва ё гунаҳгорони марги хоҳар, қазияи таҳқиқи ҳалокати пурсару садои Меҳрона дар Дарвоз ба куҷо расид? ягон кас ба дудам намерасад. тамоми ҷо медурам. дигар ҳаққати мебаронам. ва зиндагии талхи беҷо шудагони ғаза талхтар мешавад. мушу ҳашарот дар хаймаҳои онҳо панд шудаву бемориҳои сироятиро низ доман заданд. дар Тоҷикистон мақомоти расмӣ ҳаҷми зарари селу обхезиҳоеро ҳисоб мекунанд ки рӯзи 30 апрел дар бисёре аз гӯшаҳои кишвар ва бахусус шаҳри Душанбе бедодгарӣ карданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, агарчи касе дар селу обхезиҳо зарар наёфтааст, вале харобиҳо кам нест. роҳу хонаҳо ва кишзорҳои зиёде осеб дид. чорвои мардум талаф ёфтааст ва айни замон ҳавошиносон мегӯянд ки мумкин аст фалокат рӯзҳои оянда ҳам такрор шавад. шалой Абдулло аз оқибатҳои селоб дар Душанбе гузориш медиҳад. паёмади ҳодисаи як рӯз пеш дар яке аз гӯшаҳои Душанбе. бо гузашти як рӯз аз борони сахт дар Душанбе, 1 май дар баъзе аз маҳаллаҳои пойтахт рафъи паёмадҳои селоб идома дорад. 30 апрел борони сел гӯшаҳои зиёди Душанбе, пойтахти Тоҷикистонро зери об кард. таҳхонаи баъзе биноҳо пур аз об шуданд. сокинонаш беобу барқ монданд. динара тоза кадестан ростига айшамо назар гирифтан дар дорана гем бесвети дай домо намеша во хапаҷон бесвети бе уи кинда сад накини не гудаки майдай одамои калонсола бе у бесвети чхела намеша ва сад накини я хелиш ба тиёқ немсар дидам фурмадеса ай азо мекашам хай и трансформатор ҳама да тай ова ё хапа ё орам агарам буроран трансформаторро қоқнам бас вета сарзан انا کومیرم با چند دو بخلشکه آوردم نفسم گرفته 13 تاش با چند بر اومدم با فر اومدم اینجا 6 تن خولاد مرتا انا تلفن ما گفتم برام دایا دختر ما گفتم زریعه تکچه زریعه ما گفتم خیزم اكو پول گیرم خونی دختر چمرم او میبرن تا خوق میشم که وای ممکن نیست تراتر مثال وای موتور ساز کنم مثال خوق شو مثال چکنه سویت میزنه سویت باید خوق شو من مثال خوق شو موتور خوق شو با او بالا بره بچم او سویت ساز کنه بچم گوشه‌های گوناگون شهر به رودخانه تبدیل و حرکت نقلیات ناممکن شد. چند ماشین آب شستند با این راه قطازه شد. خیال میکنیم دایره کفریان اومد هم مرا شش بود. نکی خیلی زحمت کشیدن. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید تهخانه‌های چند شفاخانه‌های اساسی دوشنبه زیر آب ماند. بناهای استقامتی هم آسیب دیدند. باران سیل در دیگر گوشه‌های تاجیکستان سبب آبخیزی و ویرانی شد. هنوز حجم زیان و خساراتی رسیده به اقتصاد و مردم را معلوم نکردند. این زمان مرکز هواشناسی هشدار داده است که تا 4 مای در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از جمله دوشنبه باران‌های سخت و سیل پیش بینی می شود. از مردم هم خواستند که در این روزها احتیاطکار باشند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. خویشاوندان یک دختر جوانی که مرگ شبهه برانگیز او سببی از مسئولیتشان موقتا دور کردن 2 مفتش داستانی تاجیکستان شد، میگویند به تفتیشی عادلانه و بی‌طرفانه پرونده او باور ندارند. مهران نایب و اول ماه اپریل در یکی از آسایشگاه‌های درواز به هلاکت رسید و پرونده پرسر و صدای در مطبوعات تاجیکستان است. جزئیات در گزارشی همکاران ما. این طفل پسر مهرانه نایباوی 23 ساله است که مرگ او در استراحتگاه چهارچمن درواز رسانه‌ای شد. وی به این آسایشگاه با چند نفر از جمله مفتشان دادستانی سفر کرده بود. از آنجا جسدش را آوردند و حالا قضیه تفتیش می شود. از او عمران پسر 2.5 ساله بیمار مانده است که زیر پرستاری خواهرش صالحه ما است. صالحه ما طلب تحقیق عادلانه مرگ خواهرش را دارد.
مقامات منصوبیت کودک را با او زیر سوال میبرند و میخواهند یگانه نشانه مهرانه را از دستش بگیرند. او ای خانه بیرون میبرند میگفت اپا اماناتم در دستی تو گودک مادر جده یگم کس نتی کرتوی و چش یک دستش ماندگی های اچوخ کده خواه میره میکنه در تختخ شوش میده و میره بدن داره. صالح همان نازیمова میگوید خود این مهرانه را که از خردسالی از پدر محروم و از مادر جدا بود او بزرگ کرده است. به نقل او خواهرش شبانه در یک طربخانه شهر چون رقاصه کار میکرد و تلاش طبابت پسرش را داشت. او 2 بار شوهر کرده و جدا شده است. به ایده‌های صالح اما وقت‌های اخیر مهرانه با دادستان فیروز سیدزاده رابطه داشت و به استراحتگاه درواز هم با دعوت او و همراه با چند دختر دیگر رفته بود. خواهر ما بردگی سیدزاده فیروز این پیش خونه زنگ زدگی اومدگی بردگی هن. روزی امو رفتن با ره در برامدگی بود زنگم زد گفت که اپا ما امو درواز رفتستم میشینم گشته میام بچهش مزش نبود. ما گفتم که نره بچت کساله گفت که اپا میرم میام قطعی همی فلان و دمام. خیلی آمدم خونه ای کار ساعت 11:30 بود قطعیش با گپ زدم گفت که اپا بچه دا شیر روی کدم سوم 300 سوم بچه دا شیر بگی بچه خچم خیلی میگفت بچه دا شیر بگی اپا جان ما یکم بساتوی همی 1.5 دروژه راه دا میبرم تا روز یک شنبه را ساعت 1:30 ما زنگ زدم تلفنی و گودو گرفته یکم خبر نشده خواهرم. روز دیگر 5 اپریل از دادستانی درواز به نزدیکانش خبر دادند که گویا مهرانه 23 ساله خود را به دریا پرتافته و ناپدید شده است. 7 اپریل خبر رسید که پیکر او پیدا شده است. با گذشت 20 روز از مرگ مرموز مهرانه مقامات حادثه را شرح ندادند. با گفته یک منبع آزادی در مقامات تفتیشاتی دادستانی کل حادثه را همچون خودکشی تحقیق دارد. نزدیکان مهرانه میگویند به تحقیق عادلانه حادثه شبهه دارند و اصل واقعه پنهان شده است. صالح ماه میگوید به خودکشی خواهرش باور ندارد. یکم کس به دودم نمیرسم تمامی جو میدرم دیگر قدی میبرارنم. با گفته این مصاحب ما تلاش او برای ملاقات با مفتشان فیروز سیدزاده و دولت عربزاده و شخصان دیگری که در درواز با مهرانه بودند بی نتیجه بود. با اطلاع منبع‌های رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی این 2 مفتش دادستان کل در این پرونده همچون شاهد ثبت و موقتا از مسئولیتشان دور کرده شدند. نظری آنها در این رابطه دسترس نیست. چی طور شناس شدن مهرانه با دادستانها هم معلوم نیست. حالا این زن در بدر مقامات گشته و تلاش دارد قضیه مرگ خواهرش از روی عدالت تحقیق و گناهکاران مرگ مهرانه مجازات شوند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. توم تیلی سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای شمالی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگ در اوکراین و ایران بیانگر نیزای گسترده‌تر میان جهان دموکراتی و جهان خودکامگان است. او تاکید نمود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اهداف ژئوپلیتیکی خود فراتر از اوکراین را در نظر دارد، اما افزود که تمرکز بیشتر آمریکا با اوکراین میتواند به این جنگ پایان دهد. سناتور تیلیس در ادامه صحبتش چنین ذکر کرد. من احساس میکنم پوتین تلاش دارد وانمود سازد که گویا میتواند دوست امریکا باشد و یا با ما همزیستی هماهنگی داشته باشد، اما در واقع چنین اندیشه را در سر ندارد. او میخواهد هر گونه نفوذ ایالات متحده را از اروپا از خاورمیانه از بین برد. من یک چیز گفتم و فکر میکنم بعضی ها را به حیرت آورد. از بعض جهت پوتین مثل قاسم سلیمانی است. او برای مرگ امریکایی ها مسئول است. تنها شماره فرق میکند. سلیمانی را با آن متهم کردند که در مرگ صدها نظامی امریکایی دست دارد. هیچ شکی نیست که دست ولادیمیر پوتین به خون نظامیان امریکایی آلوده است، از جمله توسط گروه‌های نیابتی، همکاری با ایران و توسط کاری زرخریدانش.
том Тилис ҳамчунин ба радио Озодӣ гуфт, кишварҳои демократӣ бояд таҳдидҳоро амиқтар дарк кунанд. ما باید اعتراف کنیم که مخالفان ما تنها درباره کشورهای هممرز خود فکر نمی کنند، به فراتر می نگرند. این یک نبرد میان جهان دموکراتی و جهان خودکامگان است. همیشه چنین بود و احتمالاً همیشه خواهد ماند. باید به تصویر کلی نگاه کنیم. ما باید فراتر از ایران بنگریم و فعالیت‌های روسیه در افریقا، به خصوص افریقای شمالی نظر کنید. ببینید آنها در اوکراین چیکار میکنند. به جنگ گیبریدی بنگرید که حالا در مولدو و کشورهای بالکان در سراسر اروپای شرقی پیش میبرند. منظورم این است که روسیه در حال جنگ است و ما شاید تنها برای محدود کردن آن سعی داریم، اما می توانیم به این جنگ خاتمه دهیم. اگر توجه خود را به اوکراین روانه کنیم، هیچ راهی برای پیروزی. том Тилис, сенатори ҳизби ҷумҳурихоҳ аз айолати Каролинаи Шимолии Амрико дар бораи ҷанги Эрону Украина ва ҳадафҳои дарозмуддати Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия суҳбат мекард. дар хаймаҳои паноҳҷӯёни фаластинӣ дар навори ғаза мушҳо ва ҳашарот зиёд шуда ҳангоми хоб ангуштони даст ва пойҳои кӯдаконро мегазанд, ашёи боқимондаи арзишмандро мехӯранд ва боиси паҳн намудани бемориҳо мешаванд. гузориши телевизиони Reuters дар ҳамин бора аст ва онро ҳамкорам Молраҷаб Юсуфӣ тақдим мекунад. خیمه‌های بیجا شدگان از نوار غزه در بین ویرانه‌های اردوگاه خان یونس پر از موش و حشرات شده است. هنگام خواب انگشتان کودکان را می‌گزند، اشیاءها را می‌خوایند و بیماری پهن می‌کنند. افزایش موش و حشرات در حالی است که تعداد زیاد از 2 میلیون ساکن غزه که در جنگ بیخانمان شدند در خیمه و کنار راه و بام خانه‌های نیمه ویرانه یا در میان خرابه‌ها زندگی می‌کنند. بنابر محدودیت‌های گذاشته اسرائیل، داروهای ضد حشرات و دام برای موش‌ها کم یافت شده است. حالیه ابو سلمی حالا در این خیمه زندگی دارد. پیشتر نیز هر گونه حشرات خرد بود، ولی ما آنها را در خانه‌هایمان نمی‌دیدیم. مقامات محلی برای حل این مشکلات و مبارزه با موش و خاموشک و دیگر نوع حشرات ما را با موادهای زهرآگین تامین می‌کردند. اما حالا ما حیرانیم که آنها در پهلوی ما زندگی میکنند. این واقعا دشوار است. ما این را دیگر تحمل کردن نمیتوانیم. اسرائیل محدودیت‌ها در غزه را به نگرانی‌های امنیتی ربط می‌دهد. معمولاً واردات مال‌های را به غزه محدود می‌کنند که به گفته اسرائیل می‌توانند برای هدف‌های نظامی هم استفاده شوند. اسد صادق رهبر شعبه بیماری‌های پوست بیمارخانه ناصر است. او برای ترز گفت که جمع شدن پرتاب حشرات زیان آور را زیاد کرده است که آدمان را می‌گزند و بیماری‌های سرایتی برمی‌انگیزند. به قول پزشک، بنابر محدودیت‌هایی که اسرائیل در آوردن کمک‌های بشری جاری کرده است، در نوار غزه دارو برای تبابت بیماری‌های پوست کمیاب شده است. از زمان آتشبس بین اسرائیل و حماس در ماه اکتبر عذاب فلسطینیان در نوار غزه رفع نشد. سیستم آبرسانی و بهداشتی اینجا را اسرائیل ویران کرد. آوردن کمک‌های بشری را هم محدود ساخت. سیاب لکن سخنگوی حکومت خان یونس است. به گفته او بنابر آسیب دیدن زیربنیادها شهر به پرتابگاه اساسی خود دسترسی ندارد و در نتیجه پرتاب‌ها در میان اقامتگاه پناهجویان جمع می‌شوند. به تخمین او در اطراف خیمه‌ها در خان یونس بیش از 450,000 تن پرتاب جمع شده است. نماینده منطقوی سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از اول امسال در نوار غزه 17,000 مورد سرایت بیماری‌های ثبت شده است که برانگیزنده آنها حشرات و دیگر جانداران خرد بودند. و سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که 2 طفل‌ро که در روسیه بی‌سرابان مانده بودند به دوشنبه فرستادند. در بیانیه سفارت آمده است شهروندان نابالغ کشور را روز 29 اپریل به تاجیکستان آوردند. انتقال کودکان برای نگاهبین در آینده در همکاری با وزارت کارهای داخلی روسیه صورت گرفته است. سال گذشته از این کشور که میزبان صدها هزار مهاجر کاری تاجیک است، نه کمتر از 6 طفل تاجیک را که از والدین یا از پرستار محروم شدند به تاجیکستان فرستاده بودند. بیشتر از آن در سال 2024 از روسیه به تاجیکستان 54 طفل به پرستار انتقال داده شد. دوستان عزیز، 15 دقیقه که برای برنامه اخباری آزادی داده شده بود در همینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای شما استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.